ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. داستان بنی اسرائیل، خصوصا حالات انعام الله تبارک و تعالی بالای قوم بنی اسرائیل شروع بود که الله چه احسانات و انعامات بالای بنی اسرائیل کرده بودند. آیا شکرگزاری همین نعمتهای الله را بنی اسرائیل کردند یا نکردند؟ و این در حقیقت درس برای ما و شماست که الله کدام نعمات سر ما کرده. آیا ما شکرگزاری همین نعمتهای الله تبارک و تعالی را کردیم یا نه که نکردیم؟ اگر شکرگزاری نعمتهای الله تبارک و تعالی کرده نشوه، به کدام سرنوشت که بنی اسرائیل مبتلا شدن ما مبتلا میشیم. در این داستان، در ضمن این داستان، موضوعی که بنی اسرائیل ناشکری کرده بودند، الله تبارک و تعالی فرمان داخل شدن به قریه را که بیت المقدس راجح قول است الله تبارک و تعالی داده بود که دو داخل شوه. امر جهاد الله تبارک و تعالی برشان کرده بود. الله بندگان خود در زمان و تاریخ خود امتحان میکنه که هرگاه کسی ادعای دین بکنه الله او را امتحان میکنه که واقعا یا آماده برای قربانی در دین هست یا نه که محض دعوای زبانی داره. چرا که در عمل معلوم میشه که یک انسان چقدر متانت یا محکمی در دین خود داره. بنی اسرائیل الله تبارک و تعالی به دو امر مبتلا ساخت و مورد امتحان قرار داد. یکی مسئله گفتار بود، یعنی کدام قولی که الله تبارک و تعالی برای بنی اسرائیل گفته بود مورد امتحان قرار داد که اینمی مردم امی اقوال همیشه بگویا و از اینمی حدود قولی که الله مقرر کرده از این نبرند. و یکی در عمل که یا چه قسم عمل بکنه، یعنی داخل شوند و قریه جهاد بکنه. لیکن بنی اسرائیل هر دو موضوع را پشت سر انداختن. رعایت یا لحاظ امر الله تبارک و تعالی را نکردن، نه جهاد کردن و نه سخنی که الله برشان تعلیم داده بود که را در عام حالات خود بگویه و از الله مغفرت طلب بکنه، او را لحاظ و مراعاتش نکرد. الله تبارک و تعالی در اینجا سرنوشت از یارا بیان میکنه که یا مبتلا به عذاب شدن. چرا؟ به خاطری که نادیده گرفتن اوامر الله تبارک و تعالی را. اینجا تنها موضوع قول ذکر شده، فعل ذکر نشده، به خاطری که هرگاه به تغییر قول یا به نرعایت کردن قول عذاب الله میآید که خیلی امر آسان است. در تغییر عمل خو به طریق اولا عذاب الله تبارک و تعالی میآید. بنی اسرائیل واقعا آماده جهاد نبودن، بلکه مردم مفتخور بود. همیشه تلاش میکردن کل موضوع و جنجال دیگه کس ذمه خود بگیره، لیکن در میدان نعمت یا حاضر باشند. الله تبارک و تعالی رحم بکنه. بعضی مردم در مسلمانای ما هم میطور است، در موقع جنجال و در موقع کشمکش، در موقع مبارزه بسیار مردمی طور است که خود حتی داخل میدان هم نمیکنه، اما وقتی که میدان نعمت تقسیم کردن میشه باز خود اول نمره معرفی میکنه. الله رحم بکنه. امروز هم در وطن ما همچو قسم مردم میبینیم همیشه خود پنهان کرده، در لباسای مختلف خود پنهان کرده، حقیقت ظاهر نمیکنن. لیکن وقتی که موقع میاد که آلی مردم آفرین یا مدح میکنه باز میگه ما هم هستیم در این جمله، ما مبارزه داریم. لیکن نه، قرآن کریم اینمی طور حالتا را برملا میسازه و میفرماید که در میدان مبارزه علنی داخل شدن بکار است و چون امر الله تبارک و تعالی را بجا آوردن است دیگه کدام امتیازی نیست. انسان باید پسکشی و عقب نشینی نکنه. ما بارها در ترجمه تاکید میکنم که اگر علمای ما حق نپوشانه، واقعیت حقیقت بگویه، نزاع را شما نمیبینی، اختلاف را شما نمیبینی. این نفرت و نعوذ بالله بدبینی که در بین مردم ما پیدا شده، یک عمل سنت پیغمبر اینقدر بد میبینه، این قطعا دیده نمیشه به شرطی که عالم ما حقیقت بیان بکنه. اما با تأسف اینطور مردم ها هستن که میگن ما پشت حقیقت میگردیم، لیکن در سالها حقیقت برملا نمیکنه برای مردم خود، در حالی که اعتماد مردم سرش خوب پیدا شده.
آلی او موقع نیست که مردم را لط بکنه بزنشه. چرا چندین سال قطعزیا زندگی کرده، هر سخن از او را مردم میپذیره، لیکن بازم سری حقیقت پرده مندازه. این سبب اینمی اختلاف و نزاع شده. خب با تاسف که ملامتی ها را سر ما میپرته. ما چیزی که کتاب الله تبارک و تعالی بیان میکنه را بیان کنیم. یکی از جمله تحریفات یا نعوذ بالله تغییراتی که مردم میاره، خصوصا در ترجمه و تفسیر قرآن کریم، امی آیاتایی که برای بنی اسرائیل گفته شده به مردم میگه که بنی اسرائیل بود این کارا میکرد. یعنی اگر امی عمل و امی قول در ما پیدا شود، ما بنی اسرائیل جور میشیم. همون نتیجه ای که الله سری بنی اسرائیل مرتب کرده بود سری تو مرتب میکنه. چرا همون سبب و علتی و عمل در تو هم وجود داره. پس الله تبارک و تعالی همون نتیجه را مرتب میسازه. اصلا این داستان برای تو قوما خو سابق تیر شده. قبل از زمان پیغمبر علیه السلام همی قوما داستانایش هسته. و چرا قصیش قرآن میکنه؟ به این خاطر که تو بیدار شوی، تو آگاه شوی، تو به اینمی سرنوشت مبتلا نشوی که در بدر خاک بسر شوی. بنی اسرائیل قول الله تبارک و تعالی را نادیده گرفت. فعلا برش گفته بود وقتی در شهر داخل میشه سجده کنان داخل شوی. اگر شهرم فتح کردی تکبر نکنی، خدا کلان نتراشه که ما فتح کردیم. نه امون جمع و کل بسازه بسپاره امی کامیابی تانه به الله متعال. و یا اونجا که داخل شده در شهر سجده شکر ادا بکنه که الله این عظیم نعمت سر شما کرد، دشمنی تانه تباه کرد. لیکن اگر اینطور نشوه نعوذ بالله که شما کامیابی حاصل کنه با سینه را بزنی که ما بودیم، انانیت دعوا بکنی و بگویی که ما بودیم در میدان، باز دیگه این باز بندگی الله تبارک و تعالی نمیشه. چرا خود انسان چه قوتی داره، چه نصرتی داره تا که نصرت و قوت الله قط شامل حال نباشه. انسان که هر مرحله میرسه اموری خود به الله محول میسازه. استعانت و کمک از جانب الله تبارک و تعالی است. من نمونه و مثالش براتون گفتم. مجاهدین افغانستان همی حالت سرشان آمد. خود گفتن هر کدام بری خود لقب دادن. جنگ و منازعه در پارلمانه و دایی گپا شد که ما آیا یک کسی را قهرمان ملی بگوییم یا نگوییم، قماندان برجسته بگوییم یا نه، کدام القاب بدیم؟ نه، کسی که برای الله و به خاطر رضای الله جهاد کرده، مبارزه کرده، او هیچ وقت پشتی لقب نگشته. او فقط برای ازی گفته که من حفاظت دین الله را میکنم. اما امروز میدان مبارزه در این گرم بود که آیا لقب داده شو یا نه. با پاچا چی لقب داده شود، با قماندان چی لقب داده شود، با وزیر چی لقب داده شود. در دین اسلام اینطوری مسائل قطعا مردود است. چرا؟ این دعوای عصبیت است، دعوای نعوذ بالله نژاد و قوم و مذهب و ملت پرستی است و این در دین اسلام هیچ وجود نداره. اینطوری گپا باید نباشه. قرآن امی در صبر ما میره. دوم، سخنی که الله بر ریاضیات تعلیم داده بود که شما همیشه بگوی حطتون، یا الله سوال ما طلب مغفرت است، الله بر ما بخشش کنی. صحیح کنی. مجاهدین اسلام در روز زمان هم همین تعلیمش است. ابراهیم خلیل الله بیت الله را جور میکنه، پشت سر نمایه بیت الله را جور میکنه. خانه اولین خانه‌ای که برای عبادت الله در روی زمین است و قبله همه مخلوقات است. امورم بنیادش میمونه. خب بازم میگه ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ای پروردگار از ما قبول کن. هراس داره، خوف داره که عمل خو انجام دادم آیا الله قبول میکنه یا نه. کاش که این درس قطع ما باشه. روزه را افطار میکنیم خوفی از این قطع ما باشه که همین قدر تکلیف کشیدم، یا الله مورد قبولی تو قرار گرفته یا نه. تو قبول کو. از ما اگر کوتاهی شده تو قبول بکو. این درس قرآن بر ما میده که هر عبادت در منتهای خود میرسه. دری استعانت و کمک الله تبارک و تعالی است، توفیق الله تبارک و تعالی است. انسان خود در مرحله عاجزی بدانه. در ایاک نعبد و ایاک نستعین همین درس بر ما داده شده بود. ولی با تاسف ما بار میگیم که مسلمان‌ها شکار یک حمله بزرگی شیطان دیگه شده. آجی ما که پس میاد گلا در گردنش انداخته میشه. تو میگی چی وقت یه حج ازی قبول شده؟ ختم قرآن کریم که در رمضان میکنیم اینجا شیرینک و چاکلیت بازی شروع میشه. کجا قبول شده؟ آیا قبول شده من نزد الله تبارک و تعالی؟ چه قسم قبول شده؟ یک ماه رمضان تو را به الله قسم آب دیده آمد. همین قدر آیاتای قرآن کریم در مورد عذاب و در مورد جهنم و در مورد حالات بد آمد. تو عشق دیده آمد، در چشمت آمد. چه قسم تو عالی ادعا داری که ما شیرینک توضیح کنیم که ختم کردیم؟ سعی کنید دین یک جنبه دیگه دادن، دین تغییر کردن، با یک قول تغییر دادن. الله رجزا من السما، اینطور عذابی که یک دم یار هلاک میسازن یاره که قول رعایت نمیکنه تغییر میاره. حطتون و حبتون فی شعیرتین گفتن. میگه یک دانه در خوشه الله بر ما بده.
استهزاء به دین است. نعوذ بالله. امروز استهزاء به دین نمیشه، کلمات قرآن توهین نمیشه، به کدام سیستم ختمه قرآن صورت میگیره؟ ببینیم این درس است. اگر ما با یک آیت متوجه به قرآن کریم شویم، ما درک میکنیم که بله سرنوشت بنی اسرائیل برای تغییر یک کلمه است. اگر ما کلمات تغییر بدیم، ما کلمات توهین کردیم، ما مبتلا به عذاب الله نمیشیم؟ بالکل میشیم. اینجا قرآن بر ما میگه فبدل الذين ظلموا، تغییر دادن، تبدیل کردن او کسانی که ظلمو ظالم بودن، حد نشناختن، از حد تجاوز کردن، قولا امو گفتاری که برشان داده شده بود، غیر الذی گرفتن او گفتاری را که مغایر بود، الذی از او گفتار قیل لهم که برشان گفته شده بود. کدام گفتاری که برشان گفته شده بود او قوله گرفتن که او حبتون فی شعیرتن میگفتن، دانه در خوشه بر ما بده، نعوذ بالله. او حالان که الله تبارک و تعالی حتتون گفته. مفسرین در اینجا اقوال مختلف داره، لیکن چون در حدیث بخاری و مسلم رحمت الله علیهما ثابت است که این قول حتتون تبدیل کردن به حبتون فی شعیرتن، الله تبارک و تعالی سرنوشتشان بیان میکنه. چی میگه؟ فانزلنا علی الذین، ما فرستادیم بالای کی نام نمیگیره، قوم الله معرفی نمیکنه. الله قطعی کسی خیشی کسی نداره، الله تبارک و تعالی به ذات کسی دشمنی نداره، الله قطعی هر کس مطابق عقیده و عملش کار داره. اینجا میگه علی الذین ظلموا، به این خاطر میگه که اگر همین قسم ظلم در هر تاریخ مقرر شود در مورد کلمات الله، انتظار همین قسم عذاب باید داشته باشه. چرا؟ الله میگه ما روان کردیم بالای کسانی که ظلم کردن. ظلم اگر در زمان سابق کردن، اگر آلی کسی ظلم میکنه، تبدیل کلمات الله را میکنه، این همین قسم عذاب الله سرش میآید. رجزا من السما، رجز امو عذابی را میگه آفتک که مکمل تباه کن باشه. مفسرین میفرمایند طاعون الله روان کرد، بنی اسرائیل مکمل تباه شد. من السماء که فیصله و تقدیرش از طرف بالا شده بود. چرا؟ بما کان یفسقون، الله ضد قطعی کسی نداره، الله دشمنی قطعی کسی نداره، یا مسلسل در فسق روان بودن. فسق خروج از طاعت و فرمان الله بود. الله فرمان داده بود، یا نه در فعل عمل کردن و نه در قول عمل کردن. مفسرین کرام در زیر آیت نوشته میکنن که ما دو قسم عبادت یا دو قسم اقوال از جانب الله داریم. یکی او اقوالی است که مطلوب یا مقصود در اونجا لفظ می باشه. مثلا قرائتی که ما در نماز میخوانیم از ما مطلوب لفظ است. ما بار بار این موضوع را تکرار کردم. کل قرآن کریم ما در رکعت نماز بخوانیم از الف لام شروع میکنیم تا من الجنة والناس، اما سوره فاتحه را نمیخوانیم، نماز صحیح نشده. چرا؟ مطلوب از ما قرائت سوره فاتحه در هر رکعت است، از ما مطالبه شده، پیغمبر بر ما تشریح کرده، ما تغییراتی آورده نمیتونیم. این موضوع عبادت است. خب بدانید موضوع عبادت ادناترین زیادت و کمی دیش آمده نمیتونه. امروز دعوای ما، امروز جنجال ما قطعی علما امیسته که دین حدودش مراعات بکنیم، نه کمی میکنیم و نه از خود اضافگی میکنیم. دین امو دین است که در زمان پیغمبر است، دین امو دین است که در زمان صحابه کرام است، دین امو دین است که تابعین سرش عمل کرده. ما تو از جان خود دین جور کرده نمیتونیم، اضافگی کرده نمیتونیم. اینالی وقتی که کدام کلمات مطلوب است پیشش لفظ باشه، او را ما تغییر داده نمیتونیم. به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نسبت شده که او میگه قرائت قرآن کریم در نماز به فارسی هم صحیح است. کل علما سر زیرت میکنن، لیکن راجع قولی است که او از قول خود رجوع کرده. او یک زمان قائل به این بود که قرآن مخلوق است. ابو یوسف رحمت الله علیه شاگردش قطعش بحث و مناظره کرده، قول ابو یوسف رحمت الله علیه قوی شده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سری تسلیم به ابو یوسف داده و میگه بعد از او ثابت میکنه که قرآن مخلوق نیست، قرآن کلام الله است، مخلوق نیست. بعد از او قائل به این شد که در نماز به فارسی خواندن قطعا کفایت نمیکنه. این موضوع خیلی مشهور است، در کتابات و اصول ذکر میشه، لیکن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رجوع کرده. حالی کسی نمیتونه که نماز بخونه، لیکن امروز چی بخونه؟ به یک لسان دیگه، تا که همی کلام الله و همی لغت عربی نباشه کسی خوانده نمیتونه. چرا که مطلوب اینجا لفظ است، در این الفاظ تغییر آورده نمیتونیم. وقتی که این گپ موضوع را فهمیدیم، از کاری که از پیغمبر علیه السلام نقل شده، دعاهایی که از پیغمبر علیه السلام نقل شده، اینجا مطلوب الفاظ می باشه، تغییرات دو آورده نمیتونیم. پس او مردمایی که نعوذ بالله در دعاهای پیغمبر اکتفا نمیکنه، از خود کلمات اضافه میکنه. به طور مثال اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام در حدیث ثابت است. اما این مردم یک ملا بخیزه مثل که آلی عمو تو راست
در اسکاری که صحیح است پیغمبر نقل است همین قدر است، لیکن او میگه اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام و ادخلنا دار السلام حینا ربنا بالسلام چیست تبارک ربنا و تعالیت یا ذوالجلال. چقدر کلمات اضافه کرده. مولا علی قاری رحمت الله علیه شارح مشکات عالم حنفی است و میگه هذا مختلق بعض القصاص، این جرکدگی بعض قصه گویاست. چرا دعای پیغمبر کفایت نمیکنه که تو از خود این دعاها را اضافه کرده رویستی؟ تو این قدر خود از پیغمبر کردن بالا میدانی؟ اضافه کردن کلمات این مفهوم و معنا را داره که یعنی پیغمبر نفهمیده، پیغمبر دعایش ناقص است، من این را تکمیل میکنم. بدعت اینمی رقم است. مفسرین در زیر آیت نوشته میکنه که بدترین گناه بدعت است. چرا؟ بدعت انتقاد سری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. بدعت انتقاد سری شریعت است که شریعت ناقص بود، پیغمبر نمیدانست، من این عمل که ثواب داره اضافه میکنم، من این دعا را بعد از نمازها اضافه میکنم به هیئت اجتماعی، من اینم 3 و 4 جمعی و 40 سال پیرگیر اضافه میکنم، من این میلاد اضافه میکنم، من این بیرق زدن سری قبر اضافه میکنم. این کلش بدعت است، این کلش بدعت است. این انتقاد بالای شریعت است. درودار از جان خود جور کردن، درودی لکی، درودی تاج، کلماتی که کلش مهمش شرک است، نعوذ بالله. قصیده برده است، این در کدام دین است؟ او را بگذار. نورنامه و شمائل نامه است. در نورنامه گفته که پیغمبر علیه السلام یعنی طور نور بود و بازو چون مثل پرنده وارد شد و باز او در فلانی دریا در دریای رفرف خود آب بازی کرد، پس بر آمد خودش شور داد، قطره آباد شد، یکی جبرئیل پیدا شد، دیگه اسرافیل. این کلش وحیات و دروغ است. این در دین نیست، این مردم فریب دادن است. ولی تعالی را مردم ما کتابی الله را تلاوت نمیکنه، 7 هیکل تلاوت کرده رویش، 7 هیکل و 6 قفل و فلان دعای گنج العرش و درودی تاج. مردم از قرآن منصرف ساخته. این یاد دیتان باشه، این دعاهایی است که مردم از دین بیرا میسازه. کدام سندی ازی بیارم سندیشه؟ روزمره در ورقات دعای قدح و دعای معراج و دعای چون به نامهای مختلف چاپ میشه، به مردم توزیع میشه. بیچاره مسلمانا یک دعا به نام قدح 2-3 ورق او را 50 را پسری زنا فروخته بود. کدام بدبخت زن؟ مردم نمیفهمه. مردم دینتان صحیح سوچه بگیره، کتابی الله موجود است، دعاهایی در قرآن وجود داره. از دعای قرآن که در بالاترین دعا کدام است که تو علی پشت دعای فلانی خان میروی؟ چرا میروی؟ آخر دین برای کیسته؟ ما که قهر و غضب سری علمای ما میشیم، ما خاطر میشیم که علمای ما حتی به مردم کتابی اذکار نبرده که یک ذکر صحیح به سند پیغمبر ثابت باشه، به مقتدیای خود توضیح کرده باشه. خیر است و ملاسه از کتاب فروش 20 روپیه بگی، 10 روپیه تو فایده بگی. خب به مقتدیای اذکار صحیح را بده به سرش بفروش که او بفهمه که اذکار پیغمبر چطور است. این ملت مظلوم است، این ملت در بدر است، این ملت سالات تیر شده دعا را یاد نداره. شما دعای قومه را یاد داری؟ دعای جلسه را یاد داری؟ غیر از سبحان ربی العظیم در رکوع کدام دعا خوانده میشه؟ غیر از سبحان ربی الاعلی در سجده کدام دعا خوانده میشه؟ غیر از اللهم ربنا آتنا در قاعده کدام دعا خوانده میشه؟ یادتان است؟ صبح میکنی کدام دعا را یاد داری؟ شب میشه سرتان کدام دعا را یاد داری؟ ما مکمل در بدر هستیم. حتی در افطاری هم دعای چیست؟ خود ساخته است. اللهم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. ارگانایی که خود خیلی فامیده و علمبردار دین میدانه وام دم سحر و افطار خود امید دعای خود ساخته را نوشته میکنه. آیا در حدیث پیغمبر دعا ثابت نیست؟ ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله در حدیث نامده. چرا ما دعای حدیث نگوییم؟ امروز اینی حالات ماست در بدر. مردم خدا ما یک بیبی داشتم، او نورنامه را مکمل حفظ کرده بود، اینقدر میخوانده او وقت من نمیفهمیدم، هنوز مرا تعلیم میداد، باز گریاناش شروع میشد. او نورنامه کلش واهیات است، کلش واهیات. در دعای گنج العرش سند ذکر کرده، در دیگه دعاها که براتان آمده که کسی را خواند یا نخوان قطع خود نگاه کرد تیغا بند میشه و 70,000 آجار ثوابش میبره، 70,000 عمره را، 70,000 پیغمبرا را، 70,000 ختما را. خیر کلگی در یک دعا قطع خود نگاه که خلاص است دیگه. این دعوت به بیدینی است، دعوت به دین نیست. یک کلمه خورده به این قدر ثوابات کجاست؟ بیایی قرآن برای ما چی میگه؟ بنی اسرائیل الله عذاب روان کرده به خاطر که در یک کلمه تغییر آورده.
الله برش گفت حتتون بگویه، خوی مردم گفت حبتون فی شعیرتن. او تو مسلمان در یک دعانه به کل ذکرها تغییر آوردی. قطی پیر ما چرا دشمنی دارم؟ قطی پیرای امروز که خود منصوب به دین میسازه، به تسکیه میسازه، او پیر صاحب بیار ذکری تا سندیشه که با میموریت دای درس دادی، امور سندیش از پیغمبر بر ما ثابت کو که تو میگی لا موجود الهو لا مقصود الهو، نیست موجود مگر الله، نیست مقصود مگر الله. این ذکر است؟ در کدام حدیثی پیغمبر آمده؟ بگو برام. یا شیخ عبدالقادر الجیلانی شیئا لله، او پیر صاحب مردم مشرک ساختی. این مردم آواز با شیخ عبدالقادر الجیلانی میده، از او استمداد طلب میکنه، او سوره فاتحه برات میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. شما بگوید ما چی دشمنی قطعش داریم؟ پلوان شریکی داریم؟ زمینی مرا گرفته، دکانی مرا قبضه کرده، جایی مرا گرفته، یک چیزی نگرفته، دین تحریف کرده، دین تغییر داده. مردم نمیفهمد، درک نمیکنه. ما قتیم الله ها که ضد میکنیم که میگیم برنامه سیرت به نام سیرت نگوی برای یک روز میلاده، نگی تحریف در دین است. سیرت رسول الله کل قرآن است، کل قرآن سیرت رسول الله است. یک تاریخی تولد و وفات سیرت پیغمبر نیست. و مردمی تو رو وانمود نکنه که سیرت پیغمبر نمیسته به یک روز میشه. سیرت پیغمبر قرآن است، کل قرآن است. 23 سال سری پیغمبر قرآن آمده. صحابه کرام 10 آیت میخوان، تفسیر شیاط میگرفت، بعد از اون قدم میماند 10 آیت دیگه. او تو به مردم معرفی میکنی سیرت رسول الله نمیسته. چرا؟ نکنی او علما یک کمی متوجه شوی کتاب الله چی برکام میگه. کلمات چرا تغییر میدیم؟ در آذان اضافه میکنیم اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسیله والفضيله والدرجه الرفيعه وبعث مقام محمودا وارزقنا شفاعته. از خود کلمات اضافه دو نکنید. در یک دعایی که دخوا پیغمبر علیه الصلاه و السلام میگه اللهم انی اسلمت اللهم انی اسلمت الیک و وجهت وجهی الیک و فوضت امری الیک والجأت ظهری الیک رغبه و رهبه الیک لا ملجأ ولا منجا الا منك. چیست؟ آمنت بکتابک الذی انزلت و نبیک الذی ارسلت. یک صحابی فقط نبی کرا بجایش رسول کا میگه، حالان که از نبی کده در رسول مدح زیاد است. پیغمبر با سرش عاده میکنه، به صحابی میگه و نبیک الذی ارسلت. ایده تغییر نده. یا زبان مبارک پیغمبر برآمده، کدام دعایی که از زبان مبارک پیغمبر برآمده او دعاست. تو از خود اضافه کاری نکن، در دین تغییرات نده. بله در بعضی اوقات لفظ مراد نمی باشه، معنا و مقصد مراد می باشه. احادیث پیغمبر علیه السلام کدام مطلبه که پیغمبر توضیح میده اونجا مطلب معنا می باشه. اگر کسی لفظ پیغمبر نقل کرد حدیث هیچ تغییر نداده، الفاظ پیغمبر این نور علی نور است. لیکن ما بسیار احادیث پیدا میکنیم که الفاظ پیغمبر نمی باشه. اصل مقصد برای توضیح کدام حکم که هست او را صحابی نقل میکنه، لیکن مطلب گرفته صحابی، موضوع را فهمیده، اگرچه به تعبیر خود بری تو نقل میکنه. در این ترجاها اینجا روایت بالمعنا درست است، یعنی اینجا لفظ مطلوب نیست، معنا و مقصد مطلوب است، به شرطی که تعبیر تو امو مطلبی که پیغمبر گفته امو را ارائه کنه، امو را آداب بتانه، بالکل برات درست است. اما در جایی که لفظ مطلوب باشه تغییرات آورده نمیشه، در کلمات قرآن کریم تغییرات آورده نمیشه. اما بری فرقه ها و جماعت های پیدا میشه، بری در کتابایشان که آیات های قرآن کریم چقدر کلمات اضافه میکنه، نعوذ بالله. آیات های قرآن کریم قطعش اضافه میکنه، میگه در اینجا علی ذکر شده، امتنا ائمتن جور میکنه. اینی را میگه تحریف لفظی در قرآن کریم، کلمات قرآن تغییر نمیخوره. و همچنان دعاها و اذکاری که از پیغمبر علیه السلام آمده در اونجا هم قطعا تغییرات آمده نمیتونه. از این آیت مفسرین کرام میگه پاره برای ما ثابت میسازه که این آیت دلیل بالای است که کسی کدام چیزی که کلماتش مطلوب است در اونجا تغییر میاره، زیادت و نقصان میاره، این انتقاد بالای شریعت است، این انتقاد بالای پیغمبر علیه السلام است. چرا؟ ولی نماز دعا خوب کار است، مردم میگه خوب کار است. پیغمبر میدانست یا نمیدانست؟ تو خوب میدانی یا پیغمبر؟ با جماعت خوب قبول میشه، تو خوب میدانی یا پیغمبر؟ چرا زیادت میکنی در دین؟ پیغمبر به کدام نوعیت نماز خوانده؟ برو در حدیث پیغمبر مراجعه بکن که پیغمبر چی کرده، سلام گشتانده، بعد از او چی کرده. کل مسجدهای ما را بگرده که همین سلام دور داده میشه، مقتدیات جای به جای، امام هم دمی میراب. در حالی که در فقه حنفی هم امی گپ گفته که امام اگر در میراب نماز خدا میخونه جای به جای، خود حرکت دو طرف نمیده، این مکروه تحریمی است، این حرام است. بری از پیش قسم بدی، سوال از پیششان بکنی از این ملایتان که براتون چی جواب گفته میتونه یا نمیتونه.
این کدام دین است؟ متصل مردم میخیزه، تسبیحات نیسته، آیت الکرسی نیسته، سوره اخلاص یاد نداره. پرسان خیلی از مردم همین تسبیحات یاد داره؟ یاد نداره بیچاره. کلی از اول تا آخر مخالفت دستور و نقشه پیغمبر علیه السلام. این نماز چطور قبول شود؟ این دعا چطور قبول شود؟ تو خب پاچه را برزدی، کلش مخالفی حرکت پیغمبر علیه السلام. پیغمبر به زمان نیت کرده مدام میسازم یا نوایت ان اؤدی چیزی گفتم او تو کرده رایستی. چرا میکنی؟ چرا بدعت کرده رایستی؟ از جان خود دین جور میکنی؟ دین جور کردن نیست. مفهوم سلف هم همی بود که ما دین خدا به مو طرز و طریقه عمل میکنیم که سلف عمل کرده، از جان خود زیادت و کمی نمیکنیم. خلاص. و اذ استسقى موسی لقومه، قابل یادآوری است در آن وقتی که طلب باران کرد از موسی علیه السلام لقومه، برای قوم خود. فقلنا، ما گفتیم به موسی علیه السلام اضرب بعصاک الحجر، بزن به عصای خود سنگ. فانفجرت، زیاد روان شد منه از همی سنگ 12 عینا، 12 چشمه. قد علمه، که یقینا میدانستن، معلوم کرده بودن، کل اناس، هر طایفه و جماعت، مشربهم، امو جای نوشیدن آبی خدا. گفتم الله میگه که کلو بخوری و اشربو بنوشی من رزق الله، از رزق الله تبارک و تعالی. ولا تعثوا فی الارض، نگردید در روی زمین مفسدین، فساد پیشه، فسادا را جور نکنه. تو فکر میکردی شریعت است، لیکن او چی میگفت؟ برو تا 40 روزه خوب گزاری مدعی میشه، نانی مکلف، بگوشت، پلو، میوه مکمل میآید. بعد از 40 روز امو اراده را داره، خیر است. بعد از 40 روز ریش سفید دیگه سر قط میشه، باز دیگه شروع میشه با ملاصق. ما توی حکم شرعی فکر میکردیم، حالا که حکم شرعی بود نبود، او فقط برای خود را جور کرده بود. امروز آجو و ملک و وکیلم امیر را جور کرده یا نه؟ با ما تو چی میگه؟ الله تو را خیر بده والا، هر پرشنبه ختم میکنی. باز یکی دیگه خدا چی میگه؟ حاجی بسیار مرد با غیرت انسان است، یک پنجشنبه بی ختم نمیماند. چرا این گپ میزنه؟ خبر داری؟ به این خاطر که روزی پنجشنبهش 2 پیازه میشه در چای صبح، کوفته میشه، باز که میبرن عرق میکشن. خواب ختم کرده بود خواب ختم بود. الله قبول کنه. باز چی میگه؟ الله قبول کنه. باز دیگه چی میگه؟ شکمی گوشنه را کس پر کنه قبول نمیشه. شکمی کدام گوشنه را؟ تو خود گوشنه نبودی، او ډوډۍ خور، رفتی ډوډۍ خوردی، حق دیگرها را از مسکینا را. قرآن کریم واقعیتها را بیان. این مرضی است که یهود دیش مبتلا شده. امروز مردم ما مبتلا نیست. ما قطعی آیت چی کنیم؟ حالی مردم ها فریب بدیم که ای مردم این مربوطی کیست؟ به یهود بنی اسرائیل است. اگر ما این کارا را بکنیم پروا نداره. باز خود چی شد؟ قرآن واقعیت را چرا بیان میکنه؟ فویل هذا من عند الله، از جانب الله است. چرا این کار میکنه؟ لیشترو، که بگیره بهی توسط همین نوشتگک خود که بدروغ معرفی میکنه حکم الله، ثمنا قلیلا، عوض ناچیز و بی کیفیت. دنیا چیست؟ دنیا چیست؟ عوض بی کیفیت است، کلش ناچیز است در مقابل حکم الله. الله اکبر. حکم الله را واضح نگو بان که دمع او بخورد، بسیار سخت است. فویل اللهم، الله میگه این بددعاها از جانب کیست؟ الله که بددعا کنه او واقعیت می باشه یا نه که احتمال می داشته باشه؟ واقعیت می باشه. فویل اللهم، هلاکت باشه، بربادی باشه برای از یا مما، از جهت آن چیزی که کتبت ایدیهم، نوشته کرده دستایشان، نوشته کرده دستایشان. گپای غلط و نادرسته به مردم فریب داده، غلط نوشته کرده، اینطور گفته که ولی اینی قدر حق داره، اینی رقم آداب داره از خود. و ویل اللهم، هلاکت باشه برشان مما، از آن چیزی که، یعنی به سبب آن چیزی که یکسبونه، یا کسب میکنه، چیزی را که کسب میکنه هلاکت از جهت از او باشه. چرا؟ به خاطری که مردم فریب دادن. جادوگرا همینطور میکنه یا نه؟ تعویذگرا همینطور میکنه یا نه؟ در بدر خاک بسر کرده مردم. باز تعویذ را پی کنی، تعویذش که بکشی چی است بگوی؟ شمارای تلفن است. تعویذی که شکی بکشی زنجیر پیچاست. الله داخل نامی مادرک تا نوشته کرده. خیر خلاص دیگه چیز نیست. همین طور است یا نیست؟ این نمی گپ است. اونو مرض عیناً فعلا دی اومد دیده شده.
چرا دیده میشه؟ پیغمبر گفته لتتبعن سنن من کان قبلکم، شما تابعداری روش های او مردمایی را میکنی که پیش از شما تیر شده، شبرن به شبرن و ذراعا به ذراعن، بلست به بلست، متر به متر تابعداری از وارا میکنی. ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، اگر وا داخل شده باشد در یک سوراخ سمسره، شما هم دمود سوراخ چی میشه؟ داخل میشه.